سلام. اگه به شنیدن رمان‌ها و داستان‌ها علاقه‌مند هستین، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. هزار توی سرنوشت قسمت 14. شستم خبردار شد که شهدخت یه چیزایی فهمیده. موهامو ول کرد و چادر سمتم پرت کرد. یالا سرت کن، همین الان باید بریم ژاندارمری تحویلت بدم، شرت کم شه. پری لب گزید. شهدخت خانوم، چرا خون خودتو کثیف میکنی؟ چه خبر شده؟ بشین یه چکه آب بدم بخوری، حال جا بیاد. از نفس افتادی زن. شهدخت توپید. تو یکی حرف نزن که دلم خیلی ازت پره. من باید از در و همسایه بشنوم که سیاوشم مثل آلواتا دعوا میگیره و چاقو میخوره؟ اون وقت تو میاری تو پستو بچم و قایم میکنی؟ بغل گوشم بود و من از دوریش آب میشدم؟ چنگ انداخت و مچ ظریفم و بین انگشتاش گرفت. درا بیفت، خون ما رو تو شیشه کردی که آی فراموشی دارم. چطور اشوه‌گری و دلبری یادت نرفته؟ تا من میرم و کیفم و بر میدارم جلو در باشی ها، فهمیدی؟ با چشمای گریون سرمو تکون دادم. همین که شهدخت پاشو بیرون گذاشت، پری سمت تلفن پا تند کرد. با عجله شماره‌ای رو گرفت. تون لبشو میجوید. بالاخره یکی اون طرف خط جواب داد. آها، بالاخره این وامونده رو جواب دادی پسر؟ حرف نباشه مراد، بگو ببینم آقا سیاوش اومده حجره؟ وای نه، پس این پسر کجا مونده؟ پیداش کن و بفرستش خونه. مراد، پای مرگ و زندگی وسط حادث به جنبود. شهدخت از تو حیاط صدام زد. کجا موندی دختر؟ ناچار چادر رو سر کردم و دنبال شهدخت روانه شدم. پری سد راه شهدخت شد. حداقل صبر کن تا سیاوش بیاد. آخه من جوابش رو چی بدم؟ مثلا این دختر رو به من سپرده. شهدخت چپ چپ پری رو نگاه کرد. پری، اومدی هوار شدی سر زندگیم، چشم بستم. شوهرمون مرد، باز زیر پای بچه هم نشستی تا واسطه بشن و همینجا موندگار بشی، بازم چشم بستم. اما نمیذارم با زندگی پسرام بازی کنی. جای این که دنبال سیاوش باشی، دختر خودتو جمع کن، وگرنه 2 روز دیگه اسمش نقل دهن مردم میشه. اون موقع است که نمیتونی جمعش کنی. پری جا خورد. چی میگی؟ مگه ستاره چیکار کرده؟ زیر لب غر زد. یکم مادری بلد باش و خودت از کار دخترت سر در بیار. به والله که مادر و دختر هر دو آفتین. شهدخت تون کوچه ها رو با پای پیاده گز می کرد. بارون شر رو سرمون می بارید. من بی پناه دنبالش راه که نه، بلکه می دویدم شاید بهش برسم. گهگداری زیر لب غر می زد و به بخت و اقبالش لعنت می فرستاد. به قول خودش برای پسرش آرزوها داره. مگه میشه یکی مثل من که نه کس و کارم معلومه نه اصل و نسبم قاپ پسرشو بدزدم؟ بی طاقت لب به اعتراض وا کردم. خانم، من با پسر شما کاری ندارم. 100 بارم بهش گفتم منو ببر همون جایی که تصادف کردیم، به خرجش نمیره. چپ چپ نگام کرد. 2 مترم زبون داری که. من که میدونم اون پسر ساده من خامتو شده. دلم قنج رفت. یعنی واقعا سیاوش دلشو باخته بود به من؟ یعنی میشد؟ با فکرایی که از سرم میگذشت خجالت زده لب گزیدم. نیشگونی از خودم گرفتم. به خودت بیا دختر جون. تو کجا و سیاوش کجا؟ خدا میدونه چقدر بار اضافی بودی که یه نفر حتی این مدت دنبالت نیومده.
حالا نهایتاً 2 چشم رنگی و یکم بر و رو داری که انگار تو زندگی قبلی خیلی هم به دردت نخورده. اون وقت سیاوش خوش قد و بالا با این همه خاطرخواه اصلاً مگه شدنیه؟ حالا دل سیاوش هیچ، یعنی دل من براش رفته بود. با این همه قندی که تو دلم آب می شد غیر از این به نظر نمی رسید. درست جلوی در ژاندارمری ماشین سیاه سیاوش جلوی پامون نگه داشت و از ماشین پیاده شد. مادر من چی کار می کنی؟ مگه نگفتم کسی کاری به این دختر نداشته باشه؟ شهدخت چادر چیت گلدارشو زیر بغلش جمع کرد. با حرص نگاهی به سر تا پای سیاوش انداخت. تو چی کار میکنی سیاوش؟ اونم حالا که میدونی بهار برگشته؟ گوشام تیز شد. بهار کی بود دیگه؟ به گمونم این پسره هم حسابی سر و گوشش می جنبیده ها. اسم بهار برام مثل زنگ خطر بود. به مذاقم خوش نیومد. اخمام گره خورد. سیاوش شونه هاشو بالا انداخت. به سلامت که برگشته. تا دیروز میخواستی منو چفت خواهر مرتضی کنی. الان میگی بهار برگشته؟ نه بهار، نه اون خواهر ترشیده مرتضی. من میخوام شیفته رو بگیرم. جا خوردم. از این همه رک بودن سیاوش گر گرفتم. با چشمای گرد بهش زل زده بودم و هی جمله‌شو مرور میکردم. من میخوام شیفته رو بگیرم؟ انقدر حلاوت این جمله به کامم نشسته بود که دیگه به این فکر نمی کردم این وسط بهار چه کار است. شهدخت چنگی به صورتش انداخت. به خداوندی خدا جلوی همه این مردم و وسط همین میدون خودم آتیش میزنم سیاوش. خجالت بکش. تو از کی انقدر بی حیا شدی؟ سیاوش در عقب ماشینو باز کرد. همه حرفاتو میخوای زیر بارون بگی مادر من؟ سوارشیم بریم خونه. به هم اشاره کرد منم سوارشم. با همون اخمای گره خورده زمزمه کرد خوبی؟ خوب بودم؟ نمیدونستم. صدای بحث و دعوای شهدخت و سیاوش رو از بالا میشنیدم. شهدخت خودشو به در و دیوار میکوبید. پسر تو از این غریبه چی میدونی؟ اصلا شاید شوهر داشته باشه. اون بهار با اینکه همخونه خودمون بود اونجوری دستتو گذاشت تو پوست گردو. حالا این دختره که اصلا نمیدونی کیه. پری آهی کشید. با سوالش حواسمو پرت کرد. میگم شیفته، تو میدونی ستاره چه مرگشه مادر؟ امروز حرفای شهدخت فکریم کرده. میترسم دختره کار بده دستم. بی هوا سر جنبوندم. پری نگاهی سمت حیاط انداخت و گفت هنوز دارن دعوا میکنن؟ البته شهدختم حق داره. این سیاوشو اینجوری نبینا. این بچه یه لب داشت و 1000 خنده. خودمو پیش کشیدم. پرسیدم خب چی شد که الان سیاوش شده برج زهر مار؟ استکان خالیشو سمتم گرفت. برو بچه برو یه چای بریز برام بعدم یکم بخواب. دعوای این مادر و پسر حالا تمومی نداره. رسما منو فرستاد دنبال نخود سیاه. چند دقیقه نشده بود که چند تا تقه به در خورد. سمت در پرواز کردم. پری تشر رفت شیفت مادر اون روسری وامونده تو بکش سرت. لا اله الا الله. چشمی زیر لب گفتم و با سر کردن روسری در رو باز کردم. سیاوش اشاره کرد برو لباس بپوش. باید بریم بیرون. باهات حرف دارم. پری سمت در پاتوند کرد. سیاوش کجا میبری دختر مردمو؟ حالا که حرف خواستنم شده خوب نیست تنها برید مادر. سیاوش کلافه سری تکون داد. پری
سر جدت ول کن. اونقدر با شهدخت سر و کله زدم که سهمیه امروزم تکمیله. شیفته بجم، جلو در منتظرم. سمت بخچه کوچیک لباسم رفتم. چون تا حالا پیش نیامده بود از در خونه بیرون برم، پس لباس مناسبی هم نداشتم. البته اگه اون بیرون رفتن پردر سرم با ستاره رو فاکتور می گرفتم. ناچار دست به دامن ستاره شدم. یک کت دامن آبی خوش رنگ جلوم گذاشت. پری لب گزید: خاک بر سرم، اینا چیه دختر؟ میخوای اینا رو بپوشه و یکی نگاه چپ بندازه و سیاوش غیرتی بشه؟ یا میخوای حلال و محرم نشدن سیاوش کار دست دختره بده؟ از خجالت گر گرفتم. ستاره که انگار حسابی گریه کرده بود و نوک دماغش سرخ شده بود بی‌حوصله گفت: میگی چی کار کنم؟ از امروز گیر دادنات به این دخترم شروع شد؟ پری یه مانتوی اپلدار بلند با یه شلوار گشاد از بین لباسای خودش بیرون کشید و دستم داد. خندم و قورت دادم تا آتیشی نشه. خیلی زود آماده شدم و از خونه بیرون زدم. من آماده‌ام. سیاوش که پشت به من ایستاده بود سیگار رو انداخت و با نوک کفش خاموشش کرد. بعد سمت من چرخید. با جمع کردن لباش سعی داشت خندشو پنهون کنه. تابی به چشمام دادم و گفتم: نخندیا، دستور پری جونه. راستی شبی که با هم تصادف کردی چی تنم بود؟ یکم فکر کرد و گفت: یه لباس محلی بود اما حسابی پاره شده بود. در مونده گفتم: فکر کنم اون لباس محلی خیلی بهتر از این لباسای گشاد پری باشه. سیاوش ماشین رو یه گوشه پارک کرد و به کافه کنار پیاده رو اشاره کرد. از ماشین پیاده شدم که غریبه‌ای ناباورانه اسممو صدا زد: شیفته! مات مونده بودم. تو این شهر غریب کی منو میشناخت؟ صداش تو گوشم مدام تکرار می شد. با داد، با فریاد کمربندی رو دیدم که سمت صورتم میاد و دستم و حائل صورتم کردم. جیغ کشیدم. یکی دستم رو گرفت و منو رو به خودش تکیه داد. صدای گوشنواز سیاوش نجواگونه زیر گوشم زمزمه شد و آرامش رو به هم تزریق کرد. شیفته جان خوبی؟ با چشمای پر اشک سرمو بالا گرفتم و بهش نگاه کردم. نگرانی تو صورتش بیداد میکرد. دلواپس من بود. نسیم ملایمی از دلم رد شد. سیاوش با همون نگرانی پرسید: حالت خوبه؟ رنگت پریده، بیا یکم بشین. سرمو بالا انداختم و گفتم: خوبم. مردی که منو میشناخت نزدیک اومد. لبخندی زد و دندونای زردش رو به نمایش گذاشت و نگاهی به سر تا پای من انداخت. دستش رو دراز کرد تا دستم رو بگیره. خیلی زود خودم رو عقب کشیدم و گفتم: چی کار میکنید آقا؟ به قهقهه افتاد. چی میگی دختر جون؟ به سیاوش اشاره کرد: با از ما بهترون برخوردی و حالا دیگه منو نمیشناسی؟ حسابی شهری شدی یا؟ درسته، منکرش نمیشم، اما نه اونقدر که نشناسمت. چشمکی زد و گفت: نکنه نمیخوای آقا بفهمه من کیم ها؟ به نظرم مست میومد. خودمو میدیدم که زیر مشت و لگدش افتاده بودم، اما نمیشناختمش. فقط یه تصویر مبهم و گنگ. سیاوش کلافه دستی بین موهاش کشید. انگار اصلاً از پیدا شدن یه آشنا که منو میشناسه راضی نبود. تو کافه نشسته بودیم. مرد روبروم چاییش رو هورت میکشید. با ریزبینی منو رصد میکرد. خودشو کمی پیش کشید. آقا حداقل امر میکردید میومدم در خونتون. زیر گوش سیاوش زمزمه کردم: بریم خونه؟
بریم حرف بزنیم بلکه کس و کارمو بشناسه. سیاوش با همون اخمای گره خورده سرشو بالا انداخت. نگاهش روی من چرخید و گفت تو بهتری؟ از اینکه حواسش به من بود سر ذوق اومدم. ای کاش مثل بقیه همدیگر رو می دیدیم. من دختر خونه بودم و اونم می اومد خواستگاری. با استکانی که تو نلبکی کوبیده شد به خودم اومدم. چشم ازم گرفت. سیاوش با انگشتاش روی میز ضربه زد و گفت خب پسر جون نگفتی خانومو از کجا میشناسی؟ به صندلیش تکیه داد و همونطوری که لای دندوناشو تمیز میکرد لب وا کرد. یعنی الان جدی هیچی یادش نیست؟ شاید دک و پوز شهری به هم زده باشه، اما مگه میشه زنمو نشناسم؟ کلمه آخرش پتک شد و تو سرم کوبیده شد. زنش؟ منو میگفت؟ من زنش بودم؟ دنیا دور سرم چرخید. انگار تو یک لحظه تمام رویاهای رنگین پودر شده بود. سیاوش از جا بلند شد و یقه‌شو تو مشت گرفت. مزخرف نگو بی همه چیز تا همینجا نزدم و قیافتو به هم نریختم. فکر کردی حالا که دختر چیزی یادش نمیاد خودمو بهش بچسبونم؟ ما هم با روی خوش ازت استقبال میکنیم. اونقدر بی غیرتی که زنت باشه و کنار من نشسته باشه و تو با لبخند ژکن تماشا کنی؟ ترسیده بود و این رو میشد با نگاه به چشمای از حدقه بیرون زدش فهمید. دستشو بالا آورد و گفت ای بابا چرا جوش میاری قربونت برم؟ اونی که باید شاکی باشه منم. آره با لبخند ژکن نگات میکنم چون شیفته برا غلام حسین مرده. چالش کردم. همون شبی که فهمیدم زنم با غریبه ها تیک و تاک میزنه برام مرد. سرمو به چپ و راست تکون دادم و درمونده به سیاوش نگاه کردم. چشماشو باز و بسته کرد و منو به آرامش دعوت کرد. مردی که حالا فهمیده بودم اسمش غلام حسینه دوباره پشت میز جا گرفت. مگه نمیگی با عرابه زدی بهش؟ سیاوش بین حرفش پرید و گفت ماشین. سری تکون داد. ماشین. اون شب خوب یادمه. وقتی بعد چند وقت سگ دو زدن تو شهر برا بردن یه لقمه روزی حلال برگشتم آبادی و به گوشم رسید سر و گوش زنم می جنبه. دیوونه شدم. اولش باورم نشد. نه اینکه گمون کنی چشم به دهن بقیه دوخته باشم، نه. شیفته یتیم و بیکس بود. منم دلم براش رفت. خوشبر و رو بود و به ننم گفتم اونم برام گرفتش. من با گوشهای کر شده خودم از زبون خودش شنیدم. داشت با ننم یکی به دو می کرد. خون جلو چشممو گرفت تا جون داشتم زدمش. انگار هر کلمه‌ای که غلام حسین می گفت جلوی چشمام جون می گرفت و به تصویر کشیده می شد. خودمو زیر مشت و لگدش می دیدم. وقتی پشت هم منو هرزه خطاب می کرد. اشکام تون می ریخت. غلام حسین ادامه داد اون شب انداختمش تو طویله و در رو بستم. اما نیمه شب وقتی هیچ صدایی ازش در نمیاد رفتم سر وقتش. نبود. فلنگو بسته بود و در رفته بود. بعدم از جوونای آبادی شنیدم که گفتن شیفته رو شبونه سر جاده دیدن. منم گفتم حتما با یکی قول و قرار داشته و رفته. دیگه آبرویی تو آبادی برام نمونده بود. برای اینکه حداقل دیگه ناموس من به حساب نیاد به ملا گفتم و خطبه طلاق خوند و طلاقش دادم. گفتم خطبه طلاقو بخونه تا حداقل لکه ننگش رو پیشونی من نباشه. سیاوش پوزخندی زد. چرا باید حرفای توی یه لاغبا رو باور کنم؟ غلام حسین روی میز خم شد و به سیاوش اشاره زد که نزدیکتر بره و زیر گوشش چیزی پچ پچ زد.
نفهمیدم چی گفت که رنگ سیاوش تو کسری از ثانیه کبود شد و دستاش مشت شد. غلام حسین عقب کشید. آره پسر خوب، امشب یه نگاه به اون نشونی که دادم بنداز. جایی نیست که به چشم هر کسی بیاد مگر اینکه همه جوره طرفو بالا و پایین کرده باشه. از خجالت سرخ شدم. تیره پشتم تا سرم تیر کشید. سیاوش چنان مشتی تو صورت غلام حسین کوبید که گفتم حتما دندوناش خورد شده. دستمو گرفت و اشاره کرد بلند شم. خب حرفاتو شنیدم، حالا دیگه تو رو به خیر و ما رو به سلامت. اینو زدم یاد بگیری زبونت هرز نچرخه. اومد از کنار غلام حسین رد بشه که مچ دست سیاوشو گرفت. نه دیگه داداش نشد. نمیشه که بدبختی و بدنامیش مال من باشه و شسته رفته و چیتان پیتان شدش مال تو. حداقل یه شیتیلی چیزی. سیاوش بهش پوزخند زد. ببین گل پسر، تو انقدر تو حال خودت نیستی که اگه الان زنتم بود هلش میدادی تو بغل من. دست تو جیبش برد و از کیف پول چرم مشکیش دسته‌ای پول بیرون کشید و پرت کرد جلوی غلام حسین. بیا اینم به خاطر خبر خوشی که به هم دادی. همین که دیگه اسمت کنار اسم شیفته نمیاد خودش خوشخبریه. فقط از خدا میخوام یک بار دیگه جلوی راهم سبز بشی. اون موقع دیگه میشه آخرین روزی که نفس میکشی. سیاوش کمکم کرد سوار ماشین بشم. دستاش دور فرمون قفل شده بود و محکم فشار میداد. طوری که رگای دستش برجسته شده بود. با ترس به صندلی چسبیده بودم. مسیر ناآشنایی رو پیش گرفته بود. بالاخره ایستاد و گفت پیاده شو. چشم چرخوندم و نگاهی به محله و خونه ناآشنا انداختم. یه محله قدیمی و دنج. در رو با یه هل باز کرد و خودش عقب ایستاد. جلوی در با پرده آبی رنگ پوشیده شده بود. پرده رو کنار زدم و یه حیاط نقلی با یه حوض که داخلش پر از برگ بود و انتهای حیاط هم یه خونه بزرگ و قدیمی. از همون جلوی در کلید برق رو فشار داد و خونه غرق نور شد. پله ها رو دونه دونه بالا رفتم. نمیدونستم چی در انتظارمه. سیاوش حتی تو صورتم هم نگاه نمی کرد. نگاهم و دور تا دور خونه چرخوندم. خونه ساده ای بود. یه فرش لاکی وسط سالن افتاده بود و چند تا پشتی دیواری قرمز دور تا دورش. یه سماورم درست کنار پنجره. سیاوش اول سماور رو روشن کرد. بعد نوبت به سیگارش رسید. با همون اخمای درهم و چشمایی که نمیتونستم بخونمشون به هم زل زد. تو کی هستی واقعا؟ نالیدم که به خدا نمیدونم. من اصلا نمیدونم اون کارایی که اون مرد گفت و انجام دادم یا نه، که اگه کردم چقدر حال به هم زن بودم. الان میخوای با من چیکار کنی؟ سیاوش کام عمیقی از سیگارش گرفت و دودش رو به ریه‌هاش فرستاد. عقدت میکنم. اون مردک که گفت طلاقت داده، نیاز به اجازه پدرم نداری. روی زمین نشستم و زانوامو جمع کردم. یعنی واقعا من به شوهرم خیانت کرده بودم؟ سیاوش اومد و روبروم نشست. چرا الان مثل ابر بهار اشک میریزی شیفته؟ نگاش کردم. الان از پس ذهنش چی میگذشت؟ در مورد من چه فکری میکرد؟ سر انگشتامو لمس کرد. آروم نوازشش میکرد. این روزا هم میگذره. به گذشته فکر نکن. اصلا شاید حرفاش دروغ باشه. میگفت به حرفاش اهمیت نده. اما حرف چشماش و زبونش یکی نبود. زبونش میگفت قبولت دارم. ولی چشماش میگفت
چطور بهت اعتماد کنم؟ بی طاقت لب گزیدم. مادرت بفهمه من شوهر داشتم چی؟ سیاوش کلافه سرشو تکون داد. بفهمه، مهم نیست. اصلا تا اون با خبر بشه همه چی تموم شده. فعلا یه صیغه میخونیم موقت، تا هم گیر و گور کار من حل بشه، هم تو همه چیزو به خاطر بیاری و بری پی زندگیت. مات موندم. برم پی زندگیم؟ از رفتن میگفت؟ برای منی که با دیدن چشماش دلم هوایی میشد؟ بالاخره به خودم اعتراف کردم. دلم رو باخته بودم به نگاهش، به اباحت مردونش. چه خوش خیال بودم. معلوم غیرتش قبول نمیکنه منو. امروز یکی تو خیابون صدای زد و گفت این زن من بوده. چطور 2 روز دیگه دستمو بگیره و دنبال خودش جایی ببره؟ اگه یکی دیگه پیدا بشه و یه چیز دیگه در مورد من بگه چی؟ میخواستمش، اما محال به نظرم میرسید. سیاوش از جا بلند شد و پشت به من رو به پنجره ایستاد. دستشو توی جیبش فرو کرد. دلم برای قد و قوارش رفت. قلبم برای این نزدیکی تالاب میکوبید. نزدیکم بود، ولی حتی نمیتونستم لمسش کنم. نمیتونستم برم تو بغلش و سرمو روی سینه مردونش بذارم. سیاوش با تک سرفه‌ای صداشو صاف کرد. لازم نیست شهدخت چیزی بدونه. خودم باهاش حرف میزنم که رضایتشو بگیرم. با یه عاقد حرف میزنم فردا شب بیاد و صیغه رو بخونه. موقت و مدت دار، اما دور از چشم مادرم. خودم بهش توضیح میدم. اگه از الان بدونه میخواد کلی سغرا کبرا بچینه و نبیاره. من حوصله ندارم. بارون نم نم میبارید. سیاوش نگاهی به ساعت انداخت. اگه حالت رو به راهه بلند شو برگردیم. دیر وقته، نگران میشن. یاد چند ساعت قبل افتادم. چقدر رویا بافته بودم. به خیالم سیاوش منو میبره بیرون و میگه دلش رو باخته. بیرمق از جام بلند شدم. انگار از یه بلندی پرت شده بودم پایین. پری 2 تا استکان چای ریخت و اومد کنارمون نشست. چشم به دهن سیاوش دوخت. پری جان، شهدخت کجاست؟ پری سرشو تکون داد و گفت خیلی شاکی بود سیاوش. یه بخچه بست و رفت خونه معصومه. شما کجا غیبتون زد؟ زیر چشمی منو نگاه کرد. بعد ادامه داد انگار بهارم قرار بود امشب خونه خواهرت باشه. سیاوش پوزخندی زد و گفت ولش کن پری جان. یعنی من میخوام شیفته رو بگیرم، محرم بشیم. پری شوکه لب گزید. خاک به سرم پسر، تو که نمیتونی. با نگاه چپ چپ سیاوش حرفشو قورت داد. موشکافانه نگاشون کردم. منظورش چی بود؟ پری دست پاچه گفت یعنی میگم همینطوری که نمیشه. اصلا این دختر دست ما امانته، بی اذن پدرش که نمیتونی. سیاوش نگاهش رو به زمین دوخت. عقد نه، صیغش میکنم، فقط برای اینکه شهدخت دست برداره. یه آشنا پیدا کردم. شیفته هم پدر نداره، یتیمه. به شهدخت همینو میگم، نیازی به اجازه نیست. پری آهی کشید. نمیدونم چی بگم، تو خودت عاقلی پسر جان. اما من فکرم رو جمله اولش و تعجبش گیر کرده بود. چرا انقدر از این خبر تعجب کرده بود؟ چی رو به سیاوش میگفت که نمیتونه؟ چرا انقدر ازدواج سیاوش برا پری عجیب بود؟ با سوال سیاوش رشته افکارم پاره شد. نمیدونی شهدخت کی برمیگرده؟ پری دست به زانو گرفت و پشت چرخ خیاطی نشست. فعلا که رفته قهر،
به خیالم تا برای منت کشی نری بر نگرده. سیاوش بدون اینکه تو صورتم نگاه کنه منو مخاطب قرار داد. اگه چیزی لازمت شد به ستاره یا پری بگو و بعد از اتاق بیرون زد. پری نگاهی به من انداخت. آهی کشید. خدا عاقبت این کارو به خیر بگذرونه. نمیدونم سیاوش چرا اینقدر دمق بود. ستاره چادر سفید با گلای ریز صورتی رو سرم گذاشت. بیا این چادر سفید رو خانم جونم برا من دوخته. قسمت تو شده. با خجالت لب گزیدم و گفتم نه ستاره جان نمیتونم قبول کنم. به چادر گل سرخی که تو بخچه بود اشاره کردم و گفتم اونو بده من سرم میکنم. با صدای پری سمتش چرخیدم. اون چادریه که من شب عروسی سرم کردم. خدا بیامرزه آقا کریم رو، مرد خوبی بود. اما تو سر نکن مادر. بخت من سیاه بود. تو جوونی بیوه شدم. همیشه هم یه هوو مثل شهدخت بالای سرم بود. شگون نداره. برا من که بخت و اقبال نیورد. تلخ گفتم منم بختی ندارم که سیاه باشه یا سفید. این سمت دیوار یه گوشه نشسته بودم. ستاره و پری هم کنارم. اون سمت دیوار سیاوش و سهراب و عاقد. همینقدر ساده. غریبانه. لبخند روی لب هیچ کس نبود. بیشتر شبیه مجلس عزا بود. از کنج دیوار سیاوشو می دیدم. عاقد گفت مهریه چی در نظر بگیرم؟ همه سکوت کرده بودن. سیاوش دستی به گردنش کشید و زنجیرشو لمس کرد. زیر لب کلمه مهر رو تکرار کرد و بعد با صدایی رساتر گفت گردنبند طلا. عاقد صیغه محرمیت رو خوند به مدت 6 ماه. ستاره خم شد و زیر گوشم زمزمه کرد خدا رو چه دیدی؟ شاید دل داداشمو بردی. داشت دلداریم میداد؟ اون که نمیدونست سیاوش چه چیزا شنیده. اون که خبر نداشت الان تو دلش چه بلوایی به پا هست. زیر لب زمزمه کردم همین؟ فقط 6 ماه فرصت داشتم تا از کنارش بودن لذت ببرم؟ اصلاً اگه تو این 6 ماه چیزی یادم نیومد چی؟ که ته دلم یه حسی میگفت ای کاش یادت نیاد. سنگینی نگاه سیاوش رو خودم احساس کردم و سرم و سمتش چرخوندم. چنان اخماش تو هم گره خورده بود که خوف به دلم مینداخت. باز کن گره اون اخمتو مرد. من تو دلم بلواست. تو بدترش نکن. حتما الان داره با خودش میگه چجوری باید 6 ماه منو تحمل کنه. با سقلمه‌ای که ستاره به پهلوم زد به خودم اومدم و بله رو گفتم. اصلا چی شد که گرفتارش شدم؟ اون که به هم روی خوش نشون نداده بود. نمیدونم. صدای در اومد و پشت بندش قبل اینکه کسی به فرما بزنه در باز شد و سپهر با یه پاکت شیرینی اومد داخل. باز دیر رسیدم؟ زن داداش مبارک باشه. برات از خدا صبر و بردباری میخوام. ما که نتونستیم این برج زهر ما رو تحمل کنیم. ببینم صبر تو چقدره. الهی که دست راستتون بخوره تو فرق سرم. الهی که یکی مثل خودت بپره جلو ماشین و کلش با سنگی چیزی برخورد کنه و اسمش هم یادش نیاد. اون وقت منم نه چک زدم و نه چونه عروسو میارم به خونه. اومد کنارم نشست و یه شیرینی گرفت سمتم. چهره ناراحتی به خودش گرفت و گفت میدونی اصلا این از بچگی خرشانس بود؟ به والله. لپمو از داخل دندون گرفتم تا جلوی خندمو بگیرم.
سیاوش چپ چپ نگاش کرد. زبون به دهن بگیر سپهر. خرس گنده شدی، شعورت نمیرسه وقتی در میزنی اول صبر کنی بهت اجازه بدن بعد وارد بشی؟ یه ریزم که حرف میزنی. سپهر سری صاف نشست. حالا اینقدر تلخی نکن برادر من. ببین چه لعبتی گیرت اومده؟ تازه از دست قرقرای شهدخت خانومم که در رفتی. دیگه هم بند نمی کنن زن بگیر. اونا که خبر ندارن تو. پری تشرفت. لا اله الا الله. سپهر جان بیا بریم یه سینی چای میریزم بیار. من پام درد میکنه پسر. سپهر خم شد و زیر گوشم زمزمه کرد این یعنی سپهر زیپ دهنتو بکش و داری بیشتر از کپونت حرف میزنی. پری دوباره تشرفت. سپهر. سپهر از جا بلند شد. اومدم پری خانم. چشم، شما فقط امر کنید. سهراب هم از جا بلند شد و سمت من اومد. شیفته جان، هر کاری بود میتونی برادرانه روی کمک من حساب کنی. من دیگه میرم. لبخندی روی لبم نشست. ممنون آقا سهراب. خیلی این مدت مزاحم شما بودم. برید به سلامت. رفتن سهراب رو نگاه میکردم. سیاوش سرشو پایین انداخته بود و با پاکت سیگارش بازی میکرد. اما انگار ششدنگ حواسش پی من بود که تلخ شد. خوبه، برا بقیه خوب میخندی. شکستم از این جمله‌ای که بوی طعنه و کنایه داشت. ستاره دستپاچه گفت منم میرم به کارام برسم. تنها شده بودیم. سرمو به گلای آبی چادرم دوختم. حساب چی رو از من پس میگیری سیاوش؟ گذشته‌ای که حتی به یاد ندارم؟ یا آینده‌ای که خودت پیش پای من گذاشتی؟ 6 ماه سیغم کردی، نمیدونم چرا، اما چشم رو هم بذاری تمومه. نگو که دلت به حال من سوخته و این وصلتو پیش کشیدی که قبول نمی کنم. حتما برا خودت هم نفعی داشته. سیاوش سرشو بالا گرفت و تو چشمام زل زد. لب وا کرد چیزی بگه اما حرفشو قورت داد. لازم نیست بیشتر بدونی دختر جون. از جا بلند شد و سمت در رفت. من هم بی‌طاقت بلند شدم. لبامو محکم روی هم فشار دادم تا مبادا اسمشو صدا بزنم. تا مبادا متوجه لرزش صدام بشه. سیاوش از خونه بیرون زد و من سمت آشپزخونه رفتم. ستاره با سرانگشتاش به کوکوها فرم داد و تو روغن داغ انداخت. چشم از جلز و ولز کوکوها گرفتم و بی‌طاقت گفتم دلم آشوب ستاره. چپ چپ نگام کرد. داداش سیاوشم عاشق شده دختر. وگرنه محال الکی برا خودش دردسر بتراشه و تو روی شهدخت جونش وایسه. پری که انگار حرفای ستاره رو شنیده بود سبد سبزیای پاک شده رو کناری گذاشت و گفت خبر نداری مگه بهار برگشته؟ ستاره به ضرب سرشو بالا آورد. الان؟ حرف حسابش چیه؟ پری شونه‌ای بالا انداخت و گفت چی بگم والا؟ تا دیروز که شهدخت و معصومه چشم رو همه چی بسته بودن و میخواستن هر جور شده سیاوش و بند خواهر مرتضی کنن. دیدن نمیشه. احتمالاً دل به برگشت بهار خوش کردن. الان میترسم شهدخت بازم یه کاری کنه و این بچه بیشتر از قبل سرخورده بشه. گوشامو تیز کرده بودم، حرفاشونو گوش میدادم اما هیچی نمیفهمیدم. با صدای سپهر نیم نگاهی بهش انداختم. پری گفتی بهار برگشته؟ پری لب گزید. تو کی اومدی پسر؟ چرا در زدن رو یاد نمیگیری؟ اما سپهر پریشون احوال و درمونده به نظر می رسید.
انگار اصلاً باقی صحبت‌های پری رو نمیشنید. ستاره بساط شامو توی مجمع چید و روی سرش گذاشت. سیاوش گفته بساط شامو بریم بالا. پری فسنجون رو توی کاسه کشید و جواب داد باشه مادر، تا اونا رو میبری منم خورشت میارم. زود کاسه پر از خورشت رو از دست پری گرفتم. با فکر این که دوباره قراره با سیاوش روبرو بشم تو دلم آشوب به پا شده بود. سعی داشتم با انجام دادن کارا خودم رو سرگرم کنم. از پله ها بالا رفتم و ستاره با مجمع خالی بیرون اومد. با دلهره زمزمه کردم بیا خورشت رو تو ببر داخل. چپ چپ نگام کرد. سیاوش رفته حمام، نترس، کسی خونه نیست. نفسم و آسوده بیرون فرستادم. چشم چرخوندم، به سفره درهم و نامرتب نگاهی انداختم. امان از دست ستاره که یکم سلیقه به خرج نمیده. سفره رو مرتب کردم. نگاه کلی به سفره انداختم. آخ که چه خوب میشد الان یه سفره 2 نفره میچیدم، فقط برای خودم و سیاوش. به افکار خودم پوزخند زدم. زهی خیال باطل. آهی از ته دل کشیدم و دیگه اینجا کاری نداشتم. چرخیدم تا از اتاق برم. با دیدن سیاوش که یه حول دور کمرش بسته بود، نگاه هم روی سینه ستبر مردونش خشک شده بود. قطرات آب روی تنش سر میخورد. آب دهانم رو قورت دادم که به سختی نگاه ازش گرفتم و گفتم ببخشید. من فکر کردم کسی نیست. دست پاچه خواستم از کنارش رد بشم. با فکری که از سرم گذشت لبخند نیمبندی رو لبم نشست. تو دلم میگفتم آخ الان خودم رو الکی بندازم تو بغلش. هنوز نقشه این خیال ممنوعه تو سرم کامل نشده بود که پام به فرش گیر کرد و سکندری خوردم و قبل اینکه بیفتم سیاوش دست دراز کرد و کمرم رو گرفت. لمس شدم. زانوام شل شد. ضربان قلبم تون تون میکوبید. دستم رو روی سینش گذاشتم تا ازش فاصله بگیرم که حلقه دستشو دور کمرم تنگ تر کرد. سرم رو بالا گرفتم. لبم رو با زبون تر کردم. نگاهم خیره به لباش بود. سیاوش نگاهش تو تک تک اجزای صورتم میچرخید. دلواپس گفتم سیاوش الان یکی سر میرسه. بدون اینکه کوچکترین تغییری توی اجزای صورتش رخ بده و میمیک صورتش کوچکترین تغییری کنه، با خونسردی زل زد تو چشمام و گفت خب بیان حلالمی. درمونده نالیدم با من بازی نکن. گرمای تن لختش رو از روی لباسم احساس می کردم. حالم دگرگون شده بود. شک نداشتم گونه هام سرخ شدن. لبامو به دندون گرفتم مبادا خطایی ازم سر بزنه. در خونه باز شد و از خجالت چشمامو رو هم فشار دادم. آخ ستاره آخ، الان که وقت اومدن نبود. با صدای شهدخت خانوم لرزه به اندامم افتاد. دختر یه پتیاره بی خونواده تو بغل پسر من چه غلطی میکنی؟ حلقه دست سیاوش از دور کمرم شل شد. با عجله سمت در راه افتادم. ببخشید اشتباه شد. یعنی من داشتم میافتادم که آقا سیاوش. حرفم تموم نشده بود که شهدخت دستشو تخت سینم گذاشت و به عقب هلم داد. واسه من آسمون و ریسمون نباف دختر جون. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. فکر کردی نمیدونم میخوای خودتو بندازی به پسر من؟ سیاوش کمی صداشو بالا برد. مادر من کافیه، چرا شلوغش میکنی؟
شهدخت خانوم بی طاقت تشر رفت: خجالت بکش سیاوش، حیا رو خوردی و آبرو رو قی کردی، حلال و حروم سرت نمیشه؟ سیاوش سمت پیراهنش که روی صندلی چوبی بود رفت و تنش کرد. خب شیفته هم زنمه، حلالمه. حرف توی دهان شهدخت موند. چی میگی پسر یه چشم سفید؟ سیاوش کلافه گفت: تو خودت نیومدی، منم عقدش کردم. شهدخت سمتم حمله کرد و سیاوش زود منو کشید پشت خودش و سپر من شد. مشتای شهدخت بی وقفه روی سینه سیاوش می نشست. شهدخت هوار می کشید. تو میخوای منو دق بدی؟ این دختره مگه به خانواده ما میخوره؟ چرا لجبازی میکنی؟ بی طاقت از سنگر امنی که سیاوش درست کرده بود بیرون اومدم و اخمامو تو هم گره زدم. احترام نگهدار شهدخت خانوم، مگه تا حالا از من بی حرمتی دیدین؟ شهدخت چشماشو گرد کرد. واه واه واه، این زبون تو تا الان کجا قایم کرده بودی دختره پاپتی؟ سیاوش همین الان این مسخره بازی رو تموم کن، وگرنه بعد تموم میشه. سیاوش دستی بین موهای نمدارش کشید. شهدخت خانوم، بعدن با هم حرف بزنیم؟ شهدخت دستش رو روی قلبش گذاشت و روی زمین نشست. با نگرانی بهش نگاه میکردم. وا، من که حرف بدی نزدم. به خدا قرار نیست پسرتون رو بدبخت کنم. چقدر دلم میخواست لب باز کنم و بگم زن حسابی، عروس موقتم، 6 ماه هم بیشتر اعتبار ندارم، جوش چیو میزنی؟ سیاوش چشم و ابرویی برام اومد و دستشو دور کمرم حلقه کرد. شوکه شدم. حرفم تو دهانم ماسید. اصلا هر چی که رشته بودم پنبه شد. تمام کلمات پر کشید و جز دستی که دور کمرم حلقه شده بود دیگه چیزی رو به یاد نداشتم. سیاوش قدمی پیش گذاشت و با ملایمت گفت: مگه همیشه نمی گفتی آرزوت بچه منو ببینی؟ شیفته حامله است، تو راهی داره. دور از چشمت به همدیگه محرم شده بودیم. مامان بعد این همه سال وقتی این دختر رو دیدم دست و پام لرزید. نخواستم خطا برم. شیفته پاکتر از اون چیزی بود که به خاطر هوا و هوس من آلوده بشه. شهدخت نگاه مشکوکی بینمون رد و بدل کرد. من هاج و واج سعی داشتم حرفای سیاوش رو برا خودم معنی کنم. این چی میگفت؟ یعنی من و اون با هم رابطه داشتیم؟ گونه هام رنگ گرفت. شهدخت پرسید: تو حامله ای؟ بی حرف سرم و پایین انداختم. چی میگفتم؟ با فشار آرومی که سیاوش به پهلوم وارد کرد سرم رو به تایید تکون دادم. شهدخت ساکت شد. انگار شوکه شده بود. سیاوش زمزمه کرد: حرف میزنیم بعدن. شیفته ترسیده، براش خوب نیست. با اشاره سیاوش آروم از خونه بیرون رفتم و در رو بستم. نفسم و محکم بیرون فرستادم. این زن خیلی عجیب بود. پری دلواپس پایین پله ها ایستاده بود. چی شد دختر؟ نکنه شهدخت رو سکته دادید؟ چرا یهو صدای داد و بیدادش قطع شد؟ به این زن چی میگفتم؟ خجالت زده زمزمه کردم: سیاوش داره با مادرش حرف میزنه. با استرس طول و عرض اتاق و راه میرفتم. بالاخره در باز شد و سیاوش با 2 کیسه پر از خرید اومد داخل. شهدخت خانوم دستور داده زن حامله باید تغذیه‌اش رو اصول باشه. وا رفتم. سیاوش شوخیت گرفته؟ مگه میشه چنین چیزی رو دروغ گفت یا نقش بازی کرد؟
سیاوش بی خیال از نایلون موز برداشت و گازی بهش زد. دروغ نگفتم، فقط یکم زمانشو پس و پیش گفتم. کاری نداره که حامله میشی.